به جای اینکه رنگ مو تیره رو بزنی به خاطر اینکه سفیدیاتو کاور بکنی، یه هفته بعدم رشد ریشت بزنه بیرون، سفیدی اینجاهات مثل تل سفید بشه، از اون ترکیب رنگ روشنی که بهت میگم استفاده کن. با هر برندی میخوای کار بکنی کار بکن، فقط دقت بکن اون رنگی که بهت میگم با اون شماره‌ای که بهت میگم رو بری تهیه بکنی. یا کاتالوگ تو باز کن یا برو رنگ فروشی بگو محمد اکسترا بهم گفته رنگ طبیعی 2.0 پای 7 رو بهم بده. تو این صفحه کنفی پای 7 رو میخوایم و رنگ آخرمون شکلاتی پای 7. این سه تا رنگ بهت یه رنگ روشنی رو میده که کاملا خنثی، به سمت سبزی، قرمزی، نارنجی نمیره. از طرفی هم وقتی رنگ روشن میزنی روی موهات رو روشن میکنی، دیگه سفیدی موهات هم بزنه بیرون، توی روشنیات گم میشه، فیک میشه. تیره نزدی که تو قسمت ریشت حالت تل سفید بندازه، مجبور باشی هفته یه بار به موهات